واتساپ کار بچه‌ها حالتون چطوره؟ خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم ببینیم ستایی که قراره تو بازی بیاد چیان و چه جورین. بریم ببینیم. خب گایز، این ست اول یعنی لباس اولی که صد فکر کنم بیاد برای کلش اسکواد هیرو. اینم که لباس سیبیلویی، اینم ست و کلاه و اینجور چیزاستیه. کلاهش قشنگه، فکر نکنم فری بیاد اینو خاص کنه. اینم که واسه بویا پسه، اگه خواستین بویا پسشو بذارم. اوکی، کفش استوکتر آواتار بنراشو بریم هم ببینیم. قشنگن واقعا. بعضی از این آواتار بنرها در بیشترش بعضیاشون میاد تو رایگان میده بیشتر. این فوتبالی هم فکر کنم رایگان بده. میریم مثل ست فوتبالی. ستای واقعا قشنگه، من با سرش خیلی دوستش دارم. حالا شما رو نمیدونم. خب ستایی که داریم میبینین دیگه، این انیمیشن دارن، یعنی یکی کیل کنین داستو نمایش میده. ست شلوارش همینجوری بدون سر و کش. نه ست همونه، فقط چیزشه بس واسه دوتا آدمکان دیگه. این هم آدمک گدایی هست کنم. این چقدر لباسش خوشگله. این لباسش فکر کنم مثلا همه اینا رو بشینی با هم قاطی کنی، خیلی باحال میشه. خب بریم بعدی. این خیلی خوشگله. اونا نگاه نکنی سفیده، این باگه که سفیده، اینا آبی شد. ولی اصلیشون سفیدن دیگه. این هم ستای فانتوم میزنم جلو. ببین این ستای فانتوم، من اصلا فانتوم دیگه، ولی حداقل 10 کی باید داشته باشی که راحت بتونی اسپیناتو بزنی. ارزش نداره، ارزش داره، فانتوم دیگه. ستاشو نشون نمیده. نه نشون نمیده یه دونشم. خب اوه ستون گادپولی خیلی قشنگه این ست. موهاشو هستن، ماسک، چشاشو لباس، شلوار کفشش به درد میخوره. یا ست شاه میمون، لباس شاه میمون رو نگاه کن. ناموسن لباسش. آدم میخواد اینا رو رایگان بگیره بره، ای رایگان نمیده. فریفای اینو باره میکنه تا بده. خب بریم ادامه رو ببینیم. برو بعدی بیشرف. برو. خب اینم ست بعدی. من نیستم اینو، ازش قشنگه، خوشگله، چرا خیلی دوست داشته باشه. من زیاد بهم حس پلی حال نمیکنم. سرش قشنگه ولی بعدی جاش نه. اینو هستم زیاد، فقط سرشو، چون لباسشو بزنی میبینی یه جوریه میبینی شلخت فرخته میمونه. لباسشو میتونی مثلا با سر یه چی دیگه بزنی. ست زمونه قشنگیه، خوشگله. شلوارشو هستم زیاد خوشگله. موشم قشنگه. بریم برای مردونشم ببینیم. نه مردونش انیمیشن داره. ست مردونش قشنگه. ماسکشو زیاد خوشم نمیاد، ولی غیر از ماسکش همه جاشون ماسکش هم خوبه همه. خب بچه‌ها این ویدیو تموم شد. در پارت دوم خواستید بهم بگید.